نهروج شر و پفچون نافبرا چکدارین درع الفرات ین گریدای ترکیه و چکدارین یپکی ین سرپارتیا یکیتیا دموکرات پیده لگوندین عفرین روجاوای کردستان بردوامن و بالافرین ترکیه گوندین نافچه جندریسه و حمامی و حاج اسکندر عالبیسکه بمباران دکه. جدرک تایبت جناو عفرین روجاوای کردستان جارکیر راگهاند. کوده بشوی شرکی گران نافبرا چکدارین سرب اپوزیسیون سوریه چکدارین یپکی لگوندین سینوری رودا و بتایبت لگوند حمامی ینجندریسی و گوند قدای راجو و گوندین بلبلی کو چکدارین مرتالا فراتی هول ددن درباس گوندین عفرینی ببن. درباره درباسبونا چکدارین مرتالا فراتی جبو عفرینی جدری تکس کر کوتا نها شرین پیشوچون و پاشوچونه لهن گوندان بردوامه و بتایبت لگوند عمرای راجو و گوند حمامه جندریسی و نوچین کنترول کرنا چکدارین مرتالا فراتی جگوند عمر و حمامه رن هات نپشت راست کرن. جدری ده دیار کرن که ده بالافرین شر ین ترکیه شونوارین عینداری و بنداوا میدان که کرن ارمانج. هروها گوندین سینوری وک حاج اسکندر و عبیدانی و عمارا و ناوندا نافچه جندریسی بتندی کرن ارمانج. و ده انجام ده مزگفتک الجندریسی هاتا روخاندن. و گلک سویل ینوان گوندان مالین خواه بجهشتن و بری خودان ناوندا باجار عفرینی که خلک سویل دروشک خراب ده دجین و بتایبت زاروک و جن. به بهانه اجنابرنا چکدارین یپکی ایریشا ترکیه سر عفرینی روژا شمیه 20 ماه یکی سال 2018 دورا چار ایواری دست پیکر و تانها او ایریش بردوامه و گلک سویل بونا قربانی و جیانا خوش دستدان و 10,000 جه خلک سویل ین گوندین سینوری در بدربونه.